از همه خوب بود در خانه بشیند کار کند فرزنداش تعلیم تربیت کنه که در روی روز بروند. خب برای که زن است که مجبور است که زندگیش شوهرش پیش برده نمیتونه کاری که خانه یا یگان رستوران افسانکا یا پوشاک خیلی کاری نه که دیسکاتیکا و دیگراش. ضرور است سلامتی باشد کار میکنی زن مادر ده همش دکتری هم معلمگی هم همه چی کسب دوست خودشون دخترها باید بخونن معلومات عالی بگیرن کار کنن جمهوری را پیش برن برای چی با ممکن است فکر میکنم که همه سوغات لازمه. بله همه کسب یعنی میتونن از اون بله конечно زن 10 برابر مرد میتونه کار کردن با نیست میکنی کو خیلی نمی چی کاری ای دستاشون بیای بچه و فهمید شما هر کس هر خیلی مثلا چه کدام کاری را که انتخاب کنه از یک طرف ضرور است برای اینکه کار میکند تفکرش دیگر میشود پول در دستش میشود با مرده که نگاه کرده نمیشند که یک سومته همین معلمی بخچه اگر مثال نماند شوهرش بخچه ممکن دسپیتال شده حکون کسی که ماند من مغازه. بله ضرور است با کارهای زنانه تو زندگی با پخت و پز